جهتی سازوار پیشوز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دیهوتی پنجکند کارهای آبادانی با وسعت ادامه دارد. در این روند کارمندان کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی و کمونالی شهر پنجکند برای آباد و زیبا نمودن شهر حصه گذاری نموده و ایستگاه ها را به طور زمانوی تعمیر نموده به استفاده دادند، ولی هستند نفرانی که این زحمت ها را نادیده گرفته نه تنها به مهنت ایشان ارج نمیگذارند، برعکس برخی از ساکنان با کشیدن رسم های هرخیله و نوشتجات های بی‌معنا هم ایستگاه و هم نمود ظاهری شهر را کاسته میگردانند. در این میان سوالی به میان میآید: چرا؟ برای چه؟ به این کی گناهکار است؟ مکتب یا عائله؟ کی باید این را نظاره برد؟ همین شهر آباد کنیم برای آبروی قوم. باید همه بر جای تربیت کنند در پدر مادرشون معلماتی با ترتیب باشن، با آبا باشن، مدنیتی بدن داشته باشن. ما اینجا من اومده باردکو خانه در کنیم بیاد و رای گذارش به خط کشد، قلم کشد، بچی میده با پدر و مادرش گام نزنه، اگر سنگ میپرتود همه جای میشکنه. باید از همه کودکی پدر مادر تربیت کنند. پیش بعد 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان از همشهری عزیز با حرمتان التماس میکنم که رفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک باشد. آبادی همه شهر به سهم گذارند. امروز از نبودن تخته الهیده برای اعلان در شهر، شهروندان ایستگاه ها را همچون تخته اعلان استفاده نموده ورقه های اعلانی خود را در آن آویزان نمودند که این نیز از مدنیت شهرداری بیرون است. آبادی وطن از آبادی محلی خود آغاز می‌یابد. پس نه فقط کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی و کمونالی و شخصانی مسئول، بلکه هر یک فرد برای شکوفایی و آبادانی محل زیست خود تلاش نماید، زیرا شهر ما این خانه ما است. گزارش مرتبه رحمانوه و طلبشاه تاشف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.